سلام و درود، امیدوارم جور و تندرست باشید. درس امروز خود را از ادامه درس‌های توابع از تابع یک به یک شروع می‌کنیم. در درس گذشته ما روی دریافت قیمت توابع مرکب گپ زدیم و ترکیب توابع، تبدیل توابع مرکب به توابع ساده، دریافت قیمتشان، بعضی سوالایی که متفاوت‌تر بود در توابع مرکب کار کردیم. امروز روی توابع یک به یک گپ میزنیم. توابع یک به یک یا برش میگه one to one فانکشن، هم توابع یک به یک میشه. چه زمانی توابع یک به یک برای هر قیمت x یک قیمت y وجود داشته باشه. هر بار برای هر قیمتی x یک قیمتی y و برای هر قیمت y یک قیمتی x وجود داشته باشد. به این توابع یک به یک میگه برای هر قیمت x یک قیمتی y و برای هر قیمت y یک قیمتی x وجود داشته باشه. یا در اینجا بگیم برای تمامی x1 خلاف x2 نتیجه شود که f x1 نیز خلاف f x2 میشه. یعنی از رابطه کلی شود برای تمام x1 های خلاف x2 نتیجه شود f x1 نیز خلاف چی باشه؟ f x2. بعد ما توابع یک به یک هم از روی رابطه، از روی دیاگرام، از روی گراف و از روی فرمول چگونه تشخیص بکنیم. در حالت اول از روی رابطه، زمان یک رابطه یک توابع یک به یکی که مؤلفه های اولی و دومی تکرار نباشه، یعنی یکی باشه. مثلا وقتی ما در اینجا داریم 2 و 4، بعدش اینجا داریم 6 و 8، 10 و 11، یعنی یک توابع یک به یک نه x هایش مساوی هست نه y هایش مساوی است. پس ما به این توابع چی میگیم؟ یک به یک. یا r اگر مساوی شود منفی 1 و 1، بعد 6 و 2، 7 و 8، این هم یک توابع یک به یک. نه x ها تکرارن نه y ها، پس ما به این میگیم توابع یک به یک. در حالت دو اگر به شکل دیاگرام داده شده بود شما تشخیص بکنید، اینجا دیاگرام راه توابع در یک منحنی بسته را میگه 2 4 6 8 1 3 5 اینی هم یک توابع یک به یک است، چون برای هر x یک تا y وجود داره یا برای هر y هم یک تا x وجود داره. ما به این توابع چی میگیم؟ یک به یک. اگر یک وقت یک عدد دیگه اینجا باشه، 8 به رابطه داشته باشه، باز توابع نیست. یا مثلا اینجا یک عدد تکراری باشه که به 7 رابطه داشته باشه، برای یک دانه y 2 تا x ما به توابع یک به یک گفتن نمیتونیم. صحیح؟ پس وقتی یک دیاگرام براتون داد به شما رو گفتی توابع یک به یک هست یا خیر، شما میگید اگر برای هر x یک دانه y و برای هر y ها یک تا x موجود باشه، ما به توابع یک به یک گفتن میتونیم. در حالت سه چی وقت یک گراف یک توابع یک به یک بوده میتونه؟ ما وقتی که در اینجا محورهای x y داریم، وقتی یک گراف داریم، آیا این یک به یک هست یا نه، ما موازی به محور x رسم میکنیم. اگر گراف در یک نقطه قطع کرد توابع یک به یک است. زمان یک گراف براتون داده شده بود و از شما خواسته شده بود که یا پرسیده شده باشه که این توابع یک به یک هست یا خیر، شما یک موازی به محور x رسم میکنید. برای تشخیص خود توابع ما موازی به y رسم میکنیم. برای تشخیص یک به یک بودن موازی به چی؟ موازی به x رسم میکنیم.
یا مثلا یک گراف دیگه اینجا داریم. اگر یک وقتی به این شکل داشته باشیم x داریم، y داریم، منفی x و منفی چی؟ منفی y. این تابع یک به یک هست یا خیر؟ رفت موازی به x رسم میکنم، چون گراف در یک نقطه قطع کرد ما میگیم تابع یک به یک هست. یا مثلا اگر یک وقتی به این شکل داشتیم یک تابع پارابولی y x منفی x و دیگه چی؟ منفی y. اینجا اگر موازی به x رسم بکنم در چند نقطه قطع میکنم؟ در دو نقطه قطع کرد. پس ما برش چی میگیم؟ تابع یک به یک نیست. تابع یک به یک باید با جزئیات بدانید که پس ما وقتی روی دریافت معکوسی تابع گپ میزنیم شرطش است که باید تابع یک به یک باشه. اینمی دیگر معکوس پذیر نیست در تمام اینتروال خود. به این خاطر ما یک به یک بودن را چی از روی رابطه، چی از روی دیاگرام، چی از روی گراف باید بدانیم. و در حالت چهارم چه وقت یک فرمول یک به یک بوده میتونه یا وقتی به شکل فرمولی داده میشه. مثلا وقتی داریم f(x) مساوی به dx جمع 4. این تابع خطیه. یک چیزا بدونید تابع خطی همیشه یک به یک. چرا؟ برید رابطه را سرش تطبیق میکنیم. ما دو تا قیمت مختلف به x ها میدیم. یعنی x1 4 x2 مثلا 6. ما بفهمیم که x1 خلاف x2 هست نه؟ 4 خلاف 6. ما ریم f(x1) و f(x2) را پیدا میکنیم باید خلاف یک دیگه خود شود. f(x1) مساوی است به f4. در کجا قیمت بذاری کنم؟ 2 ضرب در 4 جمع 4 چند میشه؟ 2 4 8 جمع 4 12. f(x2) در اصل f6 را دریافت میکنم. بعد 2 ضرب در 6 جمع 4 چند میشه؟ 2 6 12 و 4 16. حالی نتیجه میگیریم که f(x1) نیز خلاف f(x2) شد. یعنی 12 خلاف چیه؟ خلاف 16. پس تابع یک به یک هست. چون x ها خلاف هم بود y ها هم خلاف هم برآمد. اینجا مثال یک بود. مثال دوم اگر f(x) مساوی شود به x مربع آیا این یک به یک هست یا خیر؟ برای که بدانیم یک به یک هست یا نه بازم برای x1 2 را انتخاب میکنم، برای x2 منفی 2. اینجا میدانیم که x1 خلاف x2 یعنی 2 خلاف منفی 2. میریم y ها را پیدا میکنم. f(x1) مساوی است به f2. f2 2 مربع چند میشه؟ 4. بعدش f(x2) مساوی است به چند؟ f منفی 2 و منفی 2 مربع شود. البته اینجا توان 2 چند میشه باز؟ حالا دیدیم که y ها مساوی شد. از این نتیجه میگیریم که در اینجا دیدیم f(x1) مساوی به f(x2) شد نه؟ یعنی 4 مساوی به چند میشه؟ وقتی 4 مساوی به 4 شود این شرط یک به یک بودن رسید نمیکنه. پس ما تابعی که x مربع باشه گفته میتونیم که این یک به یک نیست. و اگر گراف این x مربع را رسم کنم شکل پارابولی رو میگیره که ما پیشتر هم گفتیم یک به یک بودن نمیتونه. ولی در نیم اینتروال خود از یک به یک هست. اگر یک وقتی برای شما تابع را آورد مثلا در مثال 3 اینجا براتون بگم اگر y مساوی به x مربع باشد و شما را بگه آیا این تابع در اینتروال 0 تا مثبت لایتناهی یا در اینتروال چی؟ 0 تا منفی لایتناهی یک به یک هست یا خیر؟ بگین بله. چرا؟ چون در نیم اینتروال خود این شکل را به خود میگیره. در نیم اینتروال که به این شکل تبدیل شود ما میتونیم وقتی موازی رسم کنیم میبینیم گراف در یک نقطه قطع میشه او را گفته میتونیم تابع چی؟ یک تابع یک به یک هست. این بود از درس امروز ما که فقط روی تابع یک به یک و ای که چگونه تشخیص کنیم از روی رابطه، از روی دیاگرام، از روی
گراف و از روی فرمول تابع یک به یک هست یا خیر خواندیم و امیدوارم فهمیده باشیم. درس بعدی ما شما باز دریافت معکوس تابع هست که رویشی گپ میزنیم و تابع یک به یک بودن اونجا برای ما مهم میشه. موفق و پیروز باشید. وقتتان خوش.